حالا یک چیز جالبی رو میخوام در برنامه امروز خدمتتون نشون بدم. این همه داد میزنن آی قبر علی، آی قبر فاطمه، آی قبر امام رضا، آی قبر عباس، آی قبر ابوالفضل. اصلا آیا در متون کتاب‌های اینها، آیا استوانه‌های دین اینها اعتقادی به این داشتن که اجساد انبیا و اولیا در این قبرها وجود داره؟ نه، این اعتقاد رو نداشتن. دوستان نشون بدن تصویر رو. تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 6 تا 10 از جمله کتب اربعه شیعه است، چاپ سال 1429. در اینجا در صفحه 59 در این روایت 7195 در اینجا میگه که از ابو عبدالله روایت میکنه و خلاصه این سند روایت هست، میگه که لا تمکث جثة نبی ولا وصی النبی فی الارض اکثر من 40 یوما. جسد پیامبر و وصی پیامبر بیشتر از 40 روز در زمین نمیمونه. روایت بعدی میگه که ما من نبی ولا وصی یبقى فی الارض بعد موته اکثر من 3 ایام. هیچ پیامبر یا وصی نیست که جسدش در زمین نمیمونه بیشتر از 3 روز. حتی ترفع روحه و عظمه و لحمه الى السماء. روحش و استخوانش و گوشش همه چیزش به آسمان میره. روایت بعدی در این روایت طولانی است، میگه که خلاصه از للحسن و الحسین وصیت میکنه که غسلانی و کفنانی و حنتانی و احملانی علی سریری تا به اینجا. فاخذ لبنة من عند رأسی بعدما اشرج علیه اللبنه فاذا لیس فی قبر شیء. بعد اینکه علی رضی الله عنه در قبر گذاشتن، یک خشتی رو از قسمت سر حضرت علی میگه برداشت، دید که در قبر هیچی نیست. و اذا هاتف یهتف. بعد از میگه صدای غیبی صدا زد که امیر المؤمنین علیه السلام کان عبدا صالحا فالحقه الله بنبیه. امام علی انسان صالحی بود، الله سبحانه و تعالی ایشون رو به پیامبر ملحق کرد. و کذالک یفعل بالاوصیاء بعد الانبیاء. این چنین با امامان بعد از انبیا انجام میدن. پس این کسایی که امروز میرن به قبر علی، قبر حسن، قبر حسین، قبر رضا، قبر کاظم، قبر فلان، در این قبرها هیچی نیست. الکی خودتون رو مسخره نکنید، الکی خودتون رو خسته نکنید، این همه خرج نکنید. روحشون، استخوانشون، گوشتشون، همه چیز رفته به آسمان. شما الکی دارید وقت خودتون رو ضایع میکنید. این عقیده شونه. و همین مطلب رو دوستان عزیز اگر که نشون بدن در بهار الانوار هم هست. دوستان نشون بدن. بهار الانوار مجلسی در صفحه 406 حضرت علی گفته که من در نزد الله کرامت دارم که بیشتر از 3 روز من را در زمین نمیگذارد و هاکذا عندنا حکم الائمه. همه ائمه اینطوری هستن. قال النبی، در اینجا به پیامبر صلی الله علیه و آله دروغ میبنده. ولیس زیارتنا لمشاهدهم علی انهم بها. این اجساد ما در این قبرها نیست. و روایت بعدی هم از بهار الانوار هست. دوستان عزیز نشون بدن این کتاب بهار الانوار. اینجا هم در صفحه 318 در این روایت هم میگه که وقتی که حضرت علی در قبر گذاشتن، بالای سرش رو باز کردن، دیدن که ایشون در قبر نیست و همون صدای غیبی. و در اینجا هم همین مطلب رو آوردن. و در اینجا هم در صفحه 319 در اینجا هم میگه که از زمین به آسمان برده میشه. و در مورد قبر حضرت علی دوباره میگن که وقتی که حفر کردن در اونجا چیزی وجود نداشت و اوصیا و انبیا رو الکی شیعه رو بازی دادن، فریب دادن که برید شما قبر فلانی در فلان جا هست. همش دروغ، همش کلک. این مذهبتون هست، این دینتون هست. و فریبکاری، دغلبازی، دروغگویی، مکاری
همه مردم رو تشویق میکنن برو به قبر امام رضا. اصلا امام رضا در اون قبر نیست. این اعتقاد خود علمایتون است، در کتاباتون اومده.